مجری تلویزیون عراق مهدی جاسم متنی را از شاعر فقید سوری محمد الماقوت می‌خواند. 1400 سال پیش مردم در صحراها می‌زیستند. در خیمه‌ها می‌آرامیدند و شب‌های تاریکشان را با سوزاندن روغن و چوب روشن می‌ساختند. چیزی نمی‌دانستند جز گله‌چرانی و جنگ و به اسارت گرفتن اسیران جنگی. می‌کشتند، می‌جنگیدند، پیکار می‌کردند و ازدواج می‌کردند. 1400 سال پیش برایمان داستان‌ها و شرح حالات و احادیث و متونی به جا گذاشتند. به ما گفتند که اینها مقدسند، همانطور که پیشینیانشان به ایشان گفته بودند. و حال بعد از 1400 سال از ما می‌خواهند که مانند آنان بیاندیشیم، مانند آنها لباس بر تن کنیم، مانند آنها زندگی کنیم، مانند آنها با یکدیگر بجنگیم و پیکار کنیم و همانطور ازدواج کنیم که آنان می‌کردند. كما كانوا يتزوجون. پس از 1400 سال تزویر و ریا از ما می‌خواهند به همان چیزی باور داشته باشیم که به ما ارث رسیده. ونحن نشهد التزوير الحاضر. 1400 سال است که در دعاهای ما نفرین کردیم و دشنام دادیم یهودی و نصارا را. سر به آسمان آرزو کردیم مرگ و تار و مار شدنشان را. و صد افسوس که این ماییم که از دست دادیم همبستگی و وحدتمان را. دست به دعا شدیم که خراب شود سرزمین‌هایشان و حال این ماییم که بی سرزمین ماندیم. دعا کردیم که اسیر و آواره شوند زنانشان و حال این زنان مسلمانند که اسیر و آواره شدند. 1400 سال است که برای بارش باران دعا کردیم، اما افسوس که باران همه جا بارید به جز دیار مسلمین. وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين. 1400 سال زکات دادیم و هر سال تهیدستی و بدبختی در بلاد مسلمین بیشتر شد. آه ای ملت خفته، آنانی که نفرینشان کردید و مرگشان را خواستید به فضا رسیدند و روی سطح قمر خوابیدند، اتم را شکافتند و انقلاب دیجیتالی را آفریدند و تمام این مدت چیزی برای شماها مهم نبود الا آلت تناسلیتان. همچنان در حال تفحص و تفکرید که انسان چگونه با کدام پا باید قدم در مستراح بگذارد و چه چیزی به جز زن و سگ سیاه وضوع و غسلتان را باطل می کند. هنگامی که علمایمان عمیقاً در بحر تفکر شیرجه زدند، به جهاد نکاح رسیدند و به ازدواج با نزدیکان و از پستان زن به مرد بالغ شیر دادن و انجام آخرین رابطه جنسی زن و مرد مرده، کتاب‌ها نوشتند که روش صحیح برقراری رابطه جنسی با زن چیست و رما با حیوانات چگونه است. آه ای ملت خفته، آیا به عقل خود این حق را نمی‌دهید که با آگاهی و علم و دانش و تکنولوژی اطراف ما باز و روشن شود؟ آیا به راستی بعد از 1400 سال عقل و منطق ما باید اسیر و دربند باشد؟ وقتی که اسب را برای بارکشی می‌خواهیم و الاغ را برای مسابقه، نه خیری به ما می‌رسد و نه چیزی دستگیرمان می‌شود.